زندگی ساده و زیبای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پیامبر اسلام بزرگوار حضرت محمد مصطفی با آنکه برترین انسان و فرستاده خداوند بود، زندگی بسیار ساده ای داشتند. در خوردن، پوشیدن و زندگی روزمره سادگی و پاکیزگی و میانروی را رعایت می‌کردند. خوراکی هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خوردند، عسل از خوراکی هایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم مصرف می‌کردند و در قرآن نیز از فواید آن ذکر گردیده. خرما در زندگی مردم آن زمان اهمیت بسیار داشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز خرما مصرف می‌کردند. خرما همچنین در سنت افطار بسیار مورد توجه است. کدو حضرت انس صلی الله علیه و سلم روایت کرده که پیامبر کدو را بسیار دوست داشتند و وقتی غذای کدو نداشت می‌دیدند آن را انتخاب می‌کردند. گوشت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز گوشت می‌خوردند و در برخی از روایات از گوشت گوسفند و قسمت‌های از دوش و کتف روایت گردیده. سرکه در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره سرکه فرموده اند: شیر یکی از نوشیدنی هایی بود که پیامبر می نوشیدند و در روایت از نوشیدن شیر یاد شده. لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس ساده و پاکیزه می پوشیدند و با پاکیزگی و آراستگی اهمیت می دادند. درباره رنگ باید یک نکته دقیق را بگویم که ایراد صحیح نداریم که یک رنگ خاص را به عنوان رنگ مورد علاقه پیامبر آشنا سازیم. نکته بسیار زیبا، شاید زیباترین چیزی که در زندگی انسان باشد میتوان گفت. ایشان ساده زندگی میکردند اما دلهایی را بزرگ میکردند. غذایشان ساده بود، لباسشان ساده بود، خانهشان ساده بود، اما قلبشان بزرگ، رسالتشان جهانی بود. پس وقتی در مولد شریف از زندگی پیامبر یاد میکنیم، هدف تنها دانستن این نیست که ایشان چه غذایی را میخوردند و یا چه لباسی را میپوشیدند، بلکه باید یاد بگیریم چگونه مثل ایشان رازگو، صبور و خوش اخلاق باشیم.